من یه دردی رو از زمان دبیرستانم تا الان که 40 سالم هستش با خودم همیشه داشتم. فکر میکنم دیگه فیزیوتراپی نبوده باشه که رفته باشم، دکتری نبوده باشه که امتحان نکرده بودم، کما اینکه 2 سال پیش دیگه با برانکارد می‌بردن و من رو می‌آوردن به خاطر مشکل دیسک کمرم و تمام درمان‌هایی که بود ظاهراً یک مسکن مقطعی بود در جهت اینکه یک سال دیگه یا چند ماه دیگه حال من خوب باشه و مجددا این در تکرار بشه. من میتونم بگم اینجا تنها جایی بود که جسارت این رو داشتش که درد رو واقعا به صورت ریشه‌ای بیرون بکشه. اینجا تنها جایی بود که من این احساس رو دارم که واقعا مشکل دیسک کمرم برطرف شده. پیشنهاد میکنم اگر دنبال این هستید که یه اتفاق مداوم رو برای خودتون رقم بزنید و این احساس سلامت رو با خودتون واقعا به همراه ببرید، قطعا فراماساژ رو امتحان بکنید.